به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همکارانی که در فرایند جایزه ملی کیفیت ایران در سطح اشتهار شرکتی هستند. اصولا رمز سازمان‌ها و شرکت‌های حرفه‌ای در فرایند ارزیابی و نحوه ارائه موفقیت آمیز سطح اشتهار چیست؟ با ما باشید برای پاسخ به این سوالات. خب ما در جلسات گذشته خدمتون عرض کردیم که جایزه ملی کیفیت ایران سطوح مختلفی داره، 3 تا سطح: اهتمام، اشتهار و سطح تندیس، که خب سطح اهتمام و خدمت عزیزان گفتیم. امروز سطح اشتهار رو سعی میکنیم نکاتی رو در رتبهش داشته باشیم. اصولا اولین نکته‌ای که شما باید بهش توجه بکنید عزیزان من، داشتن یک پلن و یک برنامه حرفه‌ای برای ارائه هست. برنامه‌ای که ناظر به این موضوع باشه که شما بتونید کامل و جامع همه داشته هاتون رو در سطح شرکت در قالب اون پلن و برنامه ارائه بکنید. اصولا برنامه ارائه در سطح اشتهار یه در حقیقت زمانبندی که دبیرخونه اعلام کرده 3 الی 4 روز خواهد بود. متناسب با سازمان و متناسب با حالا 1 ستاره تا 4 ستاره میتونه این متفاوت باشه و حالا در تهران یا شهرستان بودن همه اینا میتونه روی این زمانبندی تاثیر بذاره، اما اصولا حداقل 3 روز، حداکثر 4 روز بود که من سعی میکنم سناریوهای دو تا موضوع رو با هم داشته باشیم. روش ارزیابی قطعاً به صورت حضوری بود. ما ریموت در حقیقت اسس نخواهیم داشت، روزها متوالی و پشت سر هم خواهد بود. یعنی نمیشه مثلا یک شنبه این هفته بیان، هفته بعد دوشنبه سه شنبهش بیان و 3 روز 4 روز به صورت پشت سر هم از ساعت 8 صبح الی 16 در حقیقت فرایند ادامه خواهد داشت. دبیرخانه قطعاً برای فرایند ارزیابی در سطح اشتهار 3 الی 4 ارزیاب، حالا متناسب با بزرگ یا کوچک بودن سازمان، خدمت شما معرفی خواهد کرد. تیم به اصطلاح ارزیابی متشکل از سر ارزیاب و 2 نفر یا 3 نفر ارزیاب خواهد بود و 1 نفر هم ابزرویشن یا مشاهده‌گر همراه تیم خواهد بود. ابزرویشن، مشاهده‌گر، حق ارزیابی و حق اظهار نظر رو نداره و به عنوان در حقیقت کارآموز در تیم حضور داره و خب عرض به حضور شما با نظر سرارزیاب فعالیت ها رو داره. اگر سوار یه بالگرد بشیم و بگاهیم یه نگاه کلان به موضوع داشته باشیم و بیایم از بالا به موضوع نگاه بکنیم، اصولا کل برنامه دوستان در این 3 تا 4 روز با جلسه افتتاحیه در روز ابتدا آغاز و با جلسه اختتامیه در روز انتهایی به در حقیقت خاتمه پیدا خواهد کرد. ما بین این دو در حقیقت جلسه اوپنینگ و جلسه اختتامیه، جلسه افتتاحیه و اختتامیه، ما سازمان ها باید بتونن، شرکت ها باید بتونن اولا معیارها و زیر معیارهای مدل از معیار 1 تا معیار 7 مد نظر هست و 23 تا معیار کامل ارائه بکنند. بعد از اون در کنار این قضیه ما ارائه محورها رو داریم، یعنی اون چیزی که در سطح اهتمام داریم اینجا کنار گذاشته نمیشه و مجددا حتما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بحث بعدی که تیم در بین این دو جلسه خواهد داشت سایت ویزیته و موضوعی که در سطح اشتهار به بالا، یعنی هم اشتهار و هم تندیس مطرح هست، بحث فوکوس گروپ هست که حتما یه زمانی رو تیم براش مشخص میکنه و طی اون زمان این فرایند فوکوس گروپ رو خواهد داشت. اما بیایم ریزتر بشیم. عرض به حضور شما چه برنامه روز اول به این شکل خواهد بود که جلسه افتتاحیه معمولا حدود 8 صبح تا 9 صبح 1 ساعت حد اکثر خواهد بود و خب اگر بخوایم بیشتر از این زمان بهش بدیم قطعا به معیارها و زیر معیارها و ارائه اونها نخواهیم رسید و اون چیزی که برای شما امتیاز داره، اون چیزی که برای شما مهم هست دوستان، حواسمون باشه بهش، بحث ارائه معیارها و زیر معیارها خواهد بود. معمولا و اون چیزی که در حقیقت تجربه هست، بحث ارائه با معیار 1، 2 و
7-5 خواهد بود. یعنی به مدت 3 ساعت تیم روی این برنامه خواهد داشت. بعد از ساعت 9 تا 12 معیارهای راهبری و معیارهای راهبرد، رهبری و استراتژیک و همچنین نتایج کلیدی عملکرد رو خواهیم داشت. یعنی معیار 1، معیار 2 و معیار 7-5 رو که خب تو این جلسه حتما باید مدیر تعالی، مدیران ارشد و شخص مدیرعامل محترم حضور داشته باشه. بعد از اون اصولا خب این جلسه تا ظهر ادامه پیدا خواهد کرد. دوستان، یکی از مهمترین و پایه‌ای ترین معیارهای شما معیار راهبرد هاست. و چرا اهمیت داره؟ اهمیتش ناظر به این قضیه است که در کلاس های منطق رادار خدمت دوستان عرض کردیم رویکردها باید همسویی عمودی داشته باشه. یعنی هر برنامه، هر طرحی که ما در سازمان داریم باید در برگیرنده یکی از اهداف راهبردی ما باشه. پس این در قسمت توانمندسازها یا جهتگیری اجرا و در قسمت نتایج عرض کردیم خدمت شما نتیجه است که با راهبردها، یعنی اون هدف راهبردی دارای ارتباط باشه. پس بحث برنامه‌ریزی استراتژیک، راهبردها و کلا موضوع مدیریت استراتژیک و در کنار اون رهبری از موضوعات اساسیه که با تمام ارائه‌های شما بعد از این ارتباط خواهد داشت. معمولا بعد از معیار 1 و 2 ارزیابان برنامه ارزیابی معیار سرمایه انسانی معیار 4 رو مد نظر خواهند داشت و خب قطعا زمانی که شما معیار 4 رو ارائه میکنید معیار 7 یعنی نتایج سرمایه های انسانی رو هم در کنارش باید ارائه بکنید که خب معمولا بعد از ظهر روز اول خواهد بود ساعت 13 تا 15. در کنار این قضیه محورها، یعنی اون فرایند خود ارزیابی، تعریف پروژه‌های بهبود و عرض به حضور شما اون بحثایی که در سطح گواهینامه احتمام به تعالی است. حالا اینجا به صورت مختصرتر یه چیزی حدود 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، نهایت 2 ساعت یکی از اعضای تیم توسط سرارزیاب مشخص میشه، اختصاص به این موضوع خواهد داشت و در کنار شما این فرایند رو مورد ارزیابی قرار خواهد داد. خب معمولا و قانونا در حقیقت هر روز که ارزیابی انجام میشه تیم ارزیابی باید فرایند اجماع اون روز رو برگزار بکنه تا در نهایت بتونه جمع‌بندی رو داشته باشه. چرا؟ چون در حقیقت ارائه ها زیاده، معیارها زیاد هستن و خب اگر بخوان بعداً انجام بدن و یا در حقیقت بخوان واگذار کنن به روزهای دیگه، قطع به یقین ممکنه در حقیقت سندی رو دو مرتبه بخوام ببینن یا در حقیقت نکته‌ای از یادشون بره. پس بنابراین در انتهای هر روز ارزیابا سعی خواهند کرد که فرایند اجماع رو داشته باشن. برای اجماع طبق قانون دبیرخانه شما باید محیطی رو در حقیقت اختصاص بدین، یه سالونی رو اختصاص بدین به تیم ارزیاب و عرض به حضور شما کامپیوتری رو مهیا بکنید که اگر مورد نیاز بود یا لپتاپ بتونن از امکانات در حقیقت تدارک شده برای فرایند ارزیابی استفاده داشته باشن. روز دوم تمرکز تیم با معیار مدیریت فرایندها، یعنی معیار 3، مدیریت فرایندها، ریسک، مدیریت ریسک و همچنین نتایج کلیدی در حقیقت معیار 7-5 فرایند ارزیابی رو آغاز خواهند کرد. یه چیزی حدود 2 ساعت به این امر اختصاص خواهند داد. بعد از اون تیم تمرکز پیدا خواهد کرد معمولا روی مباحث مالی و اقتصادی، لذا معیار 5-2 معیارهای مدیریت مالی و اقتصادی و همچنین نتایج عملکرد مالی که در حقیقت در 7-5 مد نظر هست، 7-5-1 از ساعت 10 تا 12 به مدت 2 ساعت میتونه فرآیند ارزیابی رو تیم ارزیابی روی مقوله های مورد نظر داشته باشه. بعد از استراحت و زمان نماز و نهار و استراحت تیم تمرکز پیدا خواهد در معیار 5-1 یعنی مدیریت دارایی ها و منابع طبیعی و همچنین نتایج جامعه و محیط زیست و عملکردی یعنی معیار 7-3 که تقریبا 1 ساعت روی این موضوع وقت گذاشته خواهد شد و بعد از اون تیم وارد ارزیابی معیار 6-1 یعنی
زنجیره تامین و شرکا و همچنین نتایج مرتبط که در 7.4 مد نظر هست به مدت 1 ساعت تیم تمرکز پیدا خواهد کرد. خب در کنار این قضیه با هدایت و راهبری سرارزیاب، یکی از ارزیابا از تیم جدا میشه، فرایند فوکوس گروپ رو عرض حضور شما به عهده خواهد داشت، یا ممکنه در حقیقت توسط خود سرارزیاب، در حقیقت این توسط یکی از ارزیابا یا سرارزیاب محترم حتما برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد. در فرایند فوکوس گروپ ما ان شاءالله خدمت شما خواهیم گفت که در سازمان شما چه موضوعاتی رو سوال میکنن و مد نظرشون خواهد بود. قطعا در برنامه روز دوم و در خاتمه برنامه روز دوم از ساعت تقریبا 4 3:30 4 به بعد ما اجماع روز دوم رو خواهیم داشت که تیم ارزیاب در سالونی که شما در حقیقت به این موضوع اختصاص دادین، تیم ارزیاب جمع میشن همونجا و اجماع روز دوم و یافته‌هایی رو که دارن در حقیقت اونجا فرآیند اجماع رو خواهند داشت. در روز سوم دوستان من 2 تا سناریو برای شما بحث رو دارم. اگر تیم 3 روزه خواست ببنده و جمع کنه موضوع رو که همینی که اینجا هست رو داره، اگر خواست روز 4 باشه موضوع و به روز 4 کشیده بشه، حالا متناسب با سازمان و در حقیقت اون شرکت و در حقیقت اون نوع کسب و کار، بزرگی، کوچیکی، پراکندگی جغرافیایی داره و غیر داشته باشه و غیره، در حقیقت بازدیده از خطوط اون موضوعات، 2 تا موضوعی که دورش خط قرمز کشیده شده به روز 4 موکول خواهد شد، یعنی بازدید از خطوط و همچنین جلسه اختتامیه به روز 4 کشیده خواهد شد. در روز سوم از ساعت 8 تا 10 دوستان دقت بفرمایند بحث مدیریت دانش، نالج منیجمنت شما، نوآوری و اینویشن، بحث تکنولوژی و فناوری و بحث طراحی توسعه که بسیار به هم ارتباط دارند یعنی معیار 5.3 5.4 و 6.2 و همچنین نتایج مشتریان یعنی 7.1 و نتایج عملکردی 7.5 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بعد از این در حقیقت ساعت و مدیریت دانش و نوآوری و فناوری و فرآیند طراحی توسعه، تیم تمرکزش روی معیار 6.2 یعنی بازار و مشتری خواهد بود. طبعا زمانی که بازار و مشتری رو به مدت 2 ساعت یعنی تقریبا از ساعت 10 تا 12 شما ارائه میکنید، توجه به این موضوع داشته باشید که نتایج مشتری رو هم همینجا باید، یعنی معیار 7.1 رو اینجا باید ارائه بکنه. اهم از نتایج ادراکی، اهم از نتایج عملکردی جاش اینجاست و خب عرض حضور شما باید روش بحث ارائه رو داشته باشه. بعد از اون تیم تمرکز پیدا میکنه، یعنی بعد از نهار و نماز و استراحت اینا از ساعت 13 تا 15 آخرین معیار یعنی معیار 6.4 که مربوط به تولید و ارائه محصولات و خدمات شما، مباحث خدمات پس‌فروش و همه اینا که در حقیقت در معیار و زیر معیارهای 6.4 مطرح هست، در این بخش تمرکز تیم ارزیابی برای این موضوع خواهد بود و طبعا در کنار این شما نتایج مشتریان یعنی 7.1 و همچنین عملکردی یعنی 7.5 رو خواهید داشت. اگر روز سوم آخرین روز باشه، تیم یه ساعتی رو اختصاص میده به بازدید از خطوط. دوستان دقت بکنید ممکنه بازدید از خطوط در روز دوم یا روز اول هم انجام بشه، پس اون برنامه‌ای که ما در یکی از روزها داریم به این قسمت یعنی جابجا میشه میاد اینجا. خب طبعا اگر برنامه در روز سوم بخواد اختتامیه داشته باشه و جلسه اختتامیه رو داشته باشیم، ارزیابا قبل از جلسه اختتامیه قطع به یقین این اجماع روز سوم و اجماع نهایی رو حتما خواهند داشت و خب طبعا شما اون فضا و امکانات رو باید در اختیارشون بدید تا این فرایند رو داشته باشن. اگر برنامه به روز 4 کشیده شد، خب در روز 4 به صورت مبسوط تیم، حالا متناسب با سازمان شما، متناسب با پراکندگی جغرافیایی کارگاه‌ها، سوله‌های شما، بزرگی یا کوچکی سازمان شما، این برنامه قابل تغییر هست و خب اگر در حقیقت مثلا اگر دفتر مرکزی شما تهران است، کارگاه‌های شما، حدود تولید شما شهرستان است، متناسب با اینا برنامه‌ریزی صورت میگیره. خب سر ارزیاب قطعا هماهنگی لازمه رو در این حوزه با شما
خواهد داشت. پس طبعا روز چهارم اگر برنامه ادامه خواهد داشت، معمولا صبحش 8 تا 12 به بازدید میدانی از خطوط تولید و در حقیقت حوزه های صف شما، انبارهای شما در حقیقت و جاهای دیگه بهش اختصاص داده خواهد شد. خب اگر برنامه روز چهارم باشه، طبعا اون اجماع نهایی رو روز چهارم ارزیابان قبل از جلسه اختتامیه خواهند داشت و در نهایت موضوع با جلسه اختتامیه به سرانجام خواهد رسید. اما در جلسه افتتاحیه که اولین موضوع شما هستش، چی بگیم، چه چیزایی مطرح میشه و کی باید اصلا موضوع رو مطرح بکنه؟ ببینید، اون چه که مهمه در حقیقت و بسیار شما باید بهش توجه داشته باشین، اون برداشت اولیه تیم ارزیابی از سازمان شما هستش. لذا عطف به این نکته روانی، شما باید در جلسه افتتاحیه فرایند ارائه خودتون رو به گونه‌ای داشته باشید که اون برداشت اولیه مثبت و خیلی خوبی رو در ذهن ارزیابان در حقیقت ایجاد بکنه و عرض به حضور شما و ارزیاب یه نگرش مثبتی رو از همون ابتدا عرض به حضور شما از سازمان شما داشته باشه و در بحث اون مثبت اندیشی بقیه برنامه رو داشته باشه. لذا لازمه که ابتدای جلسه حتما شخص خود مدیر عامل محترم، با توجه اینکه خب ما معیار رهبری رو داریم، زمانی که در رهبری میگیم رهبران خود الگو هستند، خود اشاره دهنده هستند، مشوق هستند و بحث تعهد مدیریت رو در حقیقت در اون 4 تا محور داریم. پس بنابراین نشان دهنده این الگو بودن، نشان دهنده سرمشق بودن، الهام بخشی و تعهد مدیریت اینه که خود مدیر عامل در فرایند جلسه افتتاحیه ابتدا تیم شرکت رو با تیم ارزیاب آشنا بکنه، دو طرف خودشون رو به هم معرفی میکنن و خب بعد از اون مدیر عامل ادامه میده موضوع رو با معرفی شرکت، تاریخچه شرکت، کی تأسیس شده، سیر اون در حقیقت تکامل شرکت چی بوده، سالهای مختلف چه دستاوردهای خوبی داشتین. خیلی خوبه که شما در رابطه با شرکتتون و تاریخچه‌اش یه فیلمی داشته باشین، موفقیت هایی که، دستاوردهای کلانی که، نتایج کلانی که در حداقل 3-4 سال 5 سال اخیر 4 سال اخیر داشتین. حتما در این تاریخچه دستاوردهای کلانتون، موفقیت‌هایی که داشتین، موفقیتایی که در حوزه به خصوص نوآوری داشتین، در حوزه طراحی داشتین، در حوزه تولید داشتین، در حوزه عرض به حضور شما کیفیت محصول داشتین، حتما همینجا این بحث رو مبسوط و کامل ارائه بکنید. خب نمودار سازمانی موضوع بعدی که مدیریت ارشد اینجا اشاره بهش خواهد کرد. محصولات و خدماتی که سازمان شما ارائه میکنه جاش در حقیقت اینجاست و خب در جلسه افتتاحیه بحث مأموریت، چشم انداز، به خصوص چشم انداز رو در حقیقت اشاره مختصری بهش داشته باشین و خب قطعا مأموریت، چشم انداز و اون ولیو و ارزش‌های سازمانی و اون فانکشنال و شرح وظایف سازمان در زیر معیارها مبسوط مورد بررسی و ارزیابی ارزیابان قرار خواهد گرفت. لذا اینجا شما به صورت مختصر و خیلی در حقیقت یادتون باشه 1 ساعت هم بیشتر فرصت ندارید و خب اگرم حتی از این وقت هم بتونید بزنید، یعنی این جلسه افتتاحیه رو کمتر مثلا 45 دقیقه ارائه بکنید، قطعا ارائه شما و در معیارها و زیر معیارها انقدر مبسوط هست که نیاز به حتی این یه روب زمانها وجود داره و خب هر چقدر بتونید در زمان جلسه افتتاحیه کمتر بحث داشته به زمان دیگه اضافه میشه و اونجا به نفع شما خواهد بود. خب بعد از اون مدیر عامل محترم، ذی‌نفعان اصلی شرکت و هم مشتریای شما، کارکنان کلیدی که در حالا فرآیند خود ارزیابی و جریان بودن و خب معاونت‌ها، مدیران ارشد و حالا اگر کارشناس تاثیرگذاری در شرکت هست معرفی بشن و همچنین تامین کنندگان و شرکای کلیدیتون، سهامداراتون به صورت مختصری ارائه بشه. چه خیلی عالیه که یه پاورپوینتی در این موضوع داشته باشین و خیلی راحت با تصویر موضوع ارائه بشه. مهمترین چالش‌های رقابتی و چالش‌های استراتژیک شما خیلی مختصر در قالب یه جدول یا یه پاورپوینت در سالهای اخیر اشاره بهش بشه
و خب در این جلسه سرارزیاب با مدیر تعالی سازمان یا اون نماینده مدیریت سازمان در رابطه با برنامه‌ای که خدمتتون عرض کردیم به یه توافق میرسند. و خب اگر شما محدودیتی داشتین، بحثی داشتین، اینجا جاش هست که حالا البته قبلش ارزیاب طبق دیسیپلینایی که دبیرخونه داره یه پلنی رو خدمت شما ارسال میکنه و خب شما میتونید اون پلن رو با پلنی که ما خدمتتون عرض کردیم در حقیقت ست بکنید و این رو با سرارزیاب به توافق برسید. و به هر حال اینجا اگر هر محدودیتی هست، اگر ارزیاب و سرارزیاب برای حضور در واحدها نیاز به ماشین هست یا هر امکانات دیگه مورد نظر هست و در حقیقت برنامه زمانبندی، اینجا شما به یه توافقی با ارزیاب و سرارزیاب میرسید و اون رو به سازمانتون اعلام میکنید. اما نکته بعدی که در حقیقت به اصطلاح مد نظر هست در ارزیابی در سطح اشتهار که قطعا انجام خواهد شد، فرایند فوکوس گروپه. ببینید معمولا در حالا بحث مدل های تعالی فوکوس گروپ برای ذی‌نفعانه، یعنی میتونه برای کارکنان باشد، میتواند برای مشتریان به خصوص مشتریان کلیدی و همچنین میتواند برای تامین کنندگان و یا سهامداران کلیدی شما باشه. لذا فرایند فوکوس گروپ البته در ایران معمولا ارزیابات تمرکزش روی کارکنان خواهد بود، اما اینکه در فرآیند فوکوس گروپ چه از پرسنل باشه، چه از تامین کنندگان و شرکا، چه از سهامداران و چه از مشتریان، انتخاب به صورت تصادفی خواهد بود. یعنی سرارزیاب لیست پرسنل رو از مدیر تعالی میگیره و در حقیقت تعدادی از اون رو معمولاً از مدیران، از کارشناسان، از رده‌های مختلف سازمان به صورت کاملا رندوم و خب اگر خانم و آقا در سازمان شما هست از جنسیت‌های مختلف، حالا عرض به حضور شما به این شکل به صورت کاملا تصادفی انتخاب میشه و در یک اتاقی که شما براشون فراهم میکنید در حقیقت این فرایند فوکوس گروپ و مصاحبه رو دارد. در مصاحبه مباحث مختلفی در مصاحبه فوکوس گروپ کارکنان معمولا موضوعاتی مثل حقوق و دستمزد. چه موضوعاتی که شما در اظهارنامه اظهار کردید در سازمانتون دارین و متناسب با اون هم در نتایج ارائه کردین که ما نتایج خیلی خوبی داشتیم، همه چی گل و بلبل، نتایج ما رو به مثبته. این رو در حقیقت به صورت رندوم سوال میکنن، رضایتمندی از رفتار مدیران، از محیط کاری که دارن، از انتصابات، حوادث و بیماری‌های شغلی. احیانا اگر حوادث شغلی بوده که منجر به فوت شده، منجر به قطع عضو شده، رفاهیاتی که سازمان شما برای پرسنل تدارک دیدن، از کمیته ها و تیم های کاری، از کانال های ارتباطی که اومده اونجا، از نظام نظرسنجی، نظام ایده پردازی، از پاداش ها و در حقیقت حقوق در نظام جبران خدمات. خب ما دو بحث در حقیقت پرداخت داریم، یه سری پرداخت‌های ثابت، یه سری پرداخت‌های متغیر و خب اینجا از پرداخت‌های متغیر قطعا سوال خواهد شد. اگر فوکوس گروپ برای مشتریان باشد، خب طبعا برای مشتریان هم اون ارزش‌های پیشنهادی، کیفیت محصول، اون در حقیقت مواعیدی که شما به طور مثال در قرارداد دارین، خوشقولی شما و اون مؤلفه‌های رفتاری که شما در فرایند ارزیابی تو مطابق چک لیست‌های در حقیقت پرسشنامه‌های نظرسنجی از مشتریان داشتین، مورد ارزیابی مورد در حقیقت بررسی قرار خواهد گرفت. البته خب خود ما چندین بار این کار رو به صورت تلفنی انجام دادیم و معمولاً به دلایل مختلفی از جمله اینکه ممکنه مشتریان وقت اینو نداشته باشن در سازمان شما حضور پیدا بکنن یا به هر دلیل دیگه، معمولاً فوکوس گروپ با مشتریان عرض به حضور شما میتونه در قالب یه در حقیقت حالا شبکه‌های اجتماعی و در حقیقت از کانال‌های به این شکل باشه. برای تامین کنندگان هم باز به همین شکل خواهد بود، یعنی از طریق
یکی از کانال‌های ارتباطی مثل تلفن یا در حقیقت شبکه‌های اجتماعی این موضوع انجام خواهد شد. اما اینو عرض کنم خدمت شما، معمولا فوکوس گروپ بیشتر برای پرسنل انجام بشه و برای پرسنل هم عرض کردیم چه موضوعاتی رو سوال خواهند کرد. خب معمولا انتخاب تیم برای فوکوس گروپ یا روز اول یا قبل از فرایند ارزیابی توسط بین در حقیقت تعاملی که بین سرارزیاب و مدیر تعالی شما و نماینده مدیر شما هست انجام خواهد شد. لذا حتما به اون کارکنانی که مورد انتخاب قرار میگیرن از حضور شما اطلاع رسانی باید بشه که در زمان فوکوس گروپ حتما در سازمان حضور داشته باشن و خب بتونن این فرآیند فوکوس گروپ رو در حقیقت داشته باشن. خب موضوعات بعدی که در حقیقت در فرایند و اون رمز سازمان‌ها و شرکت‌های حرفه‌ای در فرایند ارزیابی و نحوه ارائه موفقیت آمیز در سطح اشتهار معمولاً مطرح میشه اینه که شما در هر یک از معیارها و زیر معیارها اصولاً چه چیزی رو باید ارائه بکنید و بحث بعدی اینه که خب اون چیزهایی که میخواید ارائه بکنید چگونه باید ارائه بشه. این موضوعیه که انشالله ما در برنامه‌های بعدی بهش انشالله خواهیم پرداخت. پس با ما باشید در برنامه‌های بعدی برای پاسخگویی به این دوتا سوال. برای همه دوستان و عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی رو در فرایند ارزیابی داریم. خدا نگهدار شما.